عید مبارک. ای که نامد گشته ذکری هر دمی جان و روانم، ای شفایی درد پنهان خوش رسیدی خوش رسیدی. آمدی چون ماه تازه، تیغ بر کف خنده بر لب، آمدی ای عید قربان خوش رسیدی خوش رسیدی. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال اولیوی ما. امیدوارم خانه آباد و تن صحت هستید. باز یک بار دیگر عید سعید قربان را به شما تبریک میگویم. در اینجا ما برای عید قربان تیاری دیده ایستادیم. چه خیلی که دیدید کورنیک و پیراشکی ها رو پخته تمام کردیم. در اینجا باشد بیسکویت تورت رو پخته و حالا باشد کریمش رو تیار کرده ایستادیم. برای کرمی تورت 200 گرم творожный сир, 350 грамм сметана و 100 грамм сахарной пудра лозим аст. ҳамин маҳсулотҳоро бо ҳам омехта карда нағзакак лат мезанем то ранги сафед гирифтанаш. бахшиш ки духтаро боз видеоро дер баровардам. کوشش میکنم که این خیلی خطاگی ها نشود، در وقتش ویدیو برآورده شود. بیسکویت تورت رو پیشتر چخیلی که گفتم پخته مانده بودیم. انا میخیل این یک دونه بیسکویت است ولی ما به 4 قسم تقسیم کرده. انا میخیل کریمی تورت رو نیز مالیده تمام کردیم و بالایش رو با مالینه آرو میدهیم. خیلی که میبینید تورتی ما هم تیار شد. رویش رو با مالینه آرو دادیم. خیلی به فکر من که زیبا شد و باز هم لذتش هم خیلی با لذت اومد. و در اینجا باشد سالاد تیار کردیم. راستی گپ سالاد رو هم رسپتش رو نشان داده نتوانستم. این سالاد هم خیلی با لذت است و یک خیلی سالاد دیگر تیار کردیم. راستی که وی رو هم وقت نشد ویدیو کرده نتوانستیم. در اینجا باشد ماهی پخته ایستاده، ماهی مینتای ریزه کرده تازه کرده نمک کردیم. اکنون با آرد زده میپزیم. همین طور همش رو سرخ کرده میگیریم. در اینجا باشد کمپوت تیار شده ایستاده است. دسترخوان ایدانه ما تیار شد. شکرانه خداوند. آنقدر دسترخوان کلان هم نکرده. چخیلی که شما میدونید در این شهر غریبی آنقدر آدمی بسیار هم نمی بیاید. راستی گپ وقتی قربانی کردن رو نشان ندادم زیرا که ممکن نبوده است در یوتیوب نشان دادن. میگویند که کانالت رو محکم میکنند. در اینجا باشد حاضر گوشت رو بریان میکنیم. در حالا дилу гурда, талоқ ва камтар ҷигараи гӯсфандро ана мехел намак карда дар алова мисли шашлик мепазем.
گوشت بریان رو پخته تمام کردیم. در اینجا باشد در دیگ شوربا انداختگی است، در علاب شوربا هم. در اینجا درخت آلبالو هست، آلبالو ها پخته اند. کم ترکک آلبالو میچینیم و زیر. در آنجا سیبچه هم دارد به مثل تاجیکستان، به مثل درختان تاجیکستان. هوای تازه نبینن، خیلی هوای تازه، اما جا سبز و خورم. وطن دیگر تاجیکستان دیگر است، لیکن همینجا خیلی که باد و هواش مانندی دارد. ترکت آلبالو şimdi مزهش ببینید. قدر سرخ هم نشده است، 3 روز دیگر وقت دارد سرخ میشه. خیلی که به شما نشان داده بودم، پمیدار بالگرسکی با درین کاریده بودیم. خدا با شکر که با منو بر اومده، ازی آب داده ایستاده. نازی هوا بزیب شد، دوامی آب رو شود اگر میچینیم، نشود اگر دیگر روز. اید هم گذشت، دیگ رشته ایستاده.